پانتورکایی که از دیروز سالا به من حمله کردید، به من دایرکت میدید، تهدید میکنید، فحش میدید. اولا که شما داشتاق منم نیستید، من از شما نمیترسم. هویت، اصالت، فرهنگ من ایرانیه. من یه ترک زبان آذربایجانی هستم که آذربایجانم متعلق به ایرانه. همون آذربایجانی هم که از ایران جدا شد، اونم به کوری چشم شما برمیگردونیم، وصل میکنیم به ایران. کی گفته شما باید بلنشید برای فارس یا کسی دیگه مبارزه کنید؟ تو باید بلنشی برای خودت مبارزه کنی. وقتی که توی تهران گرونی شد، مگه تو تبریز نمیشه؟ مگه همه به هم وصل نیستیم؟ بلند شو برای خودت مبارزه کن. فقط بلدی بیای پرچم آذربایجان رو بگیری تو استادیوم بالا و من آذربایجانم؟ آذربایجان مال ایرانه، نمیدونی بدون. ما هنوز نمردیم، ما اونم برمیگردیم. جمهوری اسلامی تخمشو نداشت برگردونه، ما برمیگردونیم. ما تا آخرش وایسادیم. بلند شو برای حق خودت مبارزه کن. بلند شو حق خودتو بگیر. برای شهر تو هم قحطی میاد، بدبختی برای تو هم هست.